ساعت در مسکو 13 امروز دوشنبه 20 ایول 2020 سال. سلام، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان مستقیما روی موج رادیو ماجر میشنوید. خبرهای این ساعت را از تاجیکستان شروع میکنیم. در تاجیکستان روز 8 ایول تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری و کودکس جنایت جمهوری تاجیکستان اعتبار پیدا کردند که طبق آن جریمه ها برای نپوشیدن نقاب و پنهان کردن معلومات ناصحیح جوابگری مأموری و جنایی را در پی دارد. اما تا سال 20 ایول در سراسر جمهوری هیچ کس طبق اصلاحاتی در بالا ذکر شده به جوابگری کشیده نشده است. در این باره از و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. تا به امروز کسی از کارمندان مقامات حفظ حقوق در این سمت به جوابگری کشیده نشدند، اما گفتگوهای پیشگیری کننده در بین شهروندان از جانب کارمندان میلیسیا تقویت داده شده‌اند. اگر شهروند قصداً بدون نقاب در بازار یا مرکزهای سودا حضور پیدا کند، وی بار اول آگاهی میگیرد، اما اگر باز هم از جانب این شخص طلبات قانون نادیده گرفته شود، آنگاه این نفر جریمه بسته می شود. آورده شده است در خبر از قول کاتب مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده. ادامه خبرها. سال جاری اگنتی تاجیکستان در آزمایشگاه نو سنجش محصولات عضوقواری و غیر خوراکواری را باز می‌کند، گفت رهبر اگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان قدرت دولتزاده در نشست خبری. ما گفته مسئولان اگنتی تاجیکستان استانداردیزاسیا آزمایشگاه نو تشخیصی با تجهیزات زمانوی مجهز کرده می شود که ارزش آن 4 میلیون سومانی را در بر میگیرد. در بینای نو چهارآشیانه آزمایشگاه همه چیز برای سنجش درستی مولها با استانداردها و سرتیفیکاسیا مهیا شده است، گفت رهبر تاجیکستان درد ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه. خاطررسان میکنیم که سال گذشته تاجیکستان درد لابراتوری را برای سنجش صبحگونه‌های آب و برق به افتتاح کرده بود. خبرهای این ساعت را مستقیما میشنوید. از تاجیکستان به ازبکستان میرویم. طبق اطلاع وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان، شماره بیماران گرفتار به کرونا ویروس در این کشور در یک روز اخیر 537 نفر افزوده به 16966 نفر رسیده است. خاطررسان میکنیم که 15 مارس سال روان در ازبکستان اولین حالت گرفتاری به ویروس کووید 19 آشکار کرده شد. تا روز یکشنبه هفته سپری شده شماره حادثه‌های سیرویابی گزارش شده از جانب مقامات 16429 نفر گفته میشد. در عموم از آغاز سیرویت کرونا ویروس در ازبکستان 88 نفر بیمار فوت کرده، 9127 نفر دیگر شفا یافتند. تا ساعت 10 وقت محلی سنه 20 ایول سال 2020 سال در ازبکستان شماره حادثه‌های سیرویت کرونا ویروس 16966 نفر را تشکیل می‌دهد. آمده است در یک اظهارات تلگرامی وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان. در دوام روز گذشته 4 حادثه فوت بیماران کووید 19 به قید گرفته شده است که شماره عمومی فوتیدگان را از 84 نفر قبلی به 88 نفر رسانید. مقامات ازبکستان دوره قرنطینی را تا 1 اوگوست سال جاری تمدید کردند. وابسته به پنهانشوی ویروس کووید 19 منطقه های ازبکستان را در خریطه با رنگ های زرد و سبز اشاره نمودند که این رنگ ها معنای منطقه خطرناک را دارد. خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. از ازبکستان به فرانسه نظر میکنیم. حکومت فرانسه اعلام کرد که از 20 ایول پوشیدن نقاب در جایهای جمعیتی حتمی خواهد بود و برای رعایت نکردن این طلبات 135 یورو مبادله 155 دلاری 154 دلار ایالات متحده آمریکا جریمه تعیین کرده است. سروزیر فرانسه ژان کاستکس گفت که نقاب محافظتی در جایهای سرودن و در داخل بناهای پوشیده
حتمی میباشد، زیرا کشور برای پیشگیری موج دوم سرایت کرونا مبارزه میبرد. اولیویه ویران وزیر تندرستی فرانسه گفته است قاعده های اپیدمیولوژی که در اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت راه اندازی گردیده است برای تامین امنیت سلامتی شهروندان بوده. در این شب روز از همه مسئولیت بلند طلب کرده می شود که این طلبات را قطعا رعایت نمایند. مقامات فرانسه از احتمالیت افزایش شماره بیماران گرفتار به ویروس کووید 19 هشدار دادند، گرچند که افزایش کرونا ویروس وقت‌های اخیر نسبتاً در این کشور کم گردیده ایستاده است. در اتحادیه اروپا میمونیم و خبرهای روز را مستقیما ادامه میدهیم. راهبران کشورهای اروپایی در بروسل برای نخستین ملاقات روبروشان پس از چند ماه قرنطینه جمع آمدند. موضوع سمیت برآمدن از بحران اقتصادی پاندمی کرونا ویروس می باشد. طول بیش از 3 روز است که ملاقات های راهبران اتحادیه اروپا برای از این بنبست برآمدن ادامه دارد. هر کشور عضو پیشنهاد خود را در خصوص برقراری وضع پیشتره و کمک‌های اتحادیه اروپا به دیگر کشورهای غیر عضوی ارائه می‌کنند. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان باشد در نشست اتحادیه اروپا با لقمه‌پرت‌هایی‌ها به طرف سروزیر کشور هلند مارک ریوته او را به مشکل‌های این دور متهم نمود. رویترز با استناد به ویکتور اوربان می‌نویسد: من نمیخواهم کسی را عیبدار کنم، اما این هلندی واقعا به دشواری‌ها مسئول است، گفته است سروزیر مجارستان درباره همتای هلندی خود مارک ریوته. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان بارها علیه قرارهای مقامات اجرایی اتحادیه اروپا اینچنین ضد بعضی دولت‌های عضو اتحادیه اروپا که بوداپشت را برای ویران کردن معیارهای دموکراسی اداره کننده انتخاب کرده‌اند صدا بلند می‌کند. نشر خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و از اروپا به مسکو برمیگردیم. در آغاز سودا در بیرژه مسکو قرب دلار برای اولین بار در 2 هفته اخیر از سطح 72 روبل شکست و حد اکثر به 72.1 روبل رسید. تا ساعت 10:10 به وقت مسکو دلار 72 روبل، یورو 82.42 روبل معاملت میشد. در دقیقه های بعدی یورو به 82.155 و دلار باشد به 72.1 روبل رسید که این به گردش سودای خارجی تاثیر خود را علیه گذاشت. ایندکس اساسی سهمیه های روسیه، بیرژه مسکو و دیگران تقریبا 0.5% کاهش یافتند. چنین دینامیکا در زمینه سست شدن خرید و فروش نفت به نظر می رسد. نرخ نفت نوع برنت با 42.6 دلار برای یک بالر و ویتی 40.3 دلار کاهش یافته است. از اول سال روبل روسیه 18% ارزش خود را از دست داده است. مهمترین تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید. در ساعت‌های بعدی با خبرهای تازه.